داره نزدیک میشه. ببین کیا تو دسترسن. با مرد آذرخش و مرد لبخند صحبت کردیم، اونا الان در راهن. ارزیابی سطح تهدید رو اعلام کنید. همونطور که مشاهده میکنید پشت سر من انفجارهای شدیدی داره اتفاق میافته. میزان خسارتی که این هیولا بر جای گذاشته قابل اندازه‌گیری نیست. در حال حاضر انجمن قهرمانان به برآورد تهدید باید برم. اجرای عدالت. داره نزدیک میشه. ببین کیا تو دسترسن. با مرد آذرخش و مرد لبخند صحبت کردیم، اونا الان در راهن. ارزیابی سطح تهدید رو اعلام کنید. همونطور که مشاهده میکنید پشت سر من انفجارهای شدیدی داره اتفاق میافته. میزان خسارتی که این هیولا بر جای گذاشته قابل اندازه‌گیری نیست. در حال حاضر انجمن قهرمانان به برآورد تهدید باید برم. اجرای عدالت.